دوره رایگان پلاس میاوا خوش اومدین. در جلسه امروز قرار صفحه 75 و درس مربوط به این بخش رو با هم بررسی کنیم. این ویدیوها مکمل دوره آنلاین هست، بنابراین برای یادگیری بهتر نیاز به تمرین منظم و پشتیبانی از سمت استاد رو دارید. پس اگر به دنبال یادگیری حرفه‌ای پیانو همراه با پشتیبانی کامل هستید، فرصت شرکت در دوره‌های آنلاین من رو از دست ندید. کانال رو سابسکرایب کنید، سوالات و پیشنهادات کتاب خودتون رو در بخش کامنت برام بنویسید. با ویدیوی دیگری از آشنایی با کتاب آلفرد متد مقدماتی پیانو همراهتون هستم و امروز قراره که اولین درسمون رو در مورد اجرای نوت چنگ روی ساز با هم ببینیم. این درس با نام Happy Birthday to You نوت‌های چنگ رو میبینیم. میخوایم بریم ابتدا نوت‌خوانی دست راست و کلید سل رو با هم ببینیم. در این قسمت که سکوت داریم، این قسمت نوت فا و سل به صورت جفتی، خط بعدی نوت ر داریم، میزان بعدی نوت می و سل به صورت جفتی، میزان بعدی سل می دو، خط آخر یک علامت فرمات رو میبینیم، نوت بعدی فا می دو ر سکوت و نوت می و سل به صورت جفتی. در کلید فا که بهتره که نوت‌خوانیش رو انجام بدیم چون نوت‌های چنگ رو بیشتر داریم در کلید فا می‌بینیم، به این شکل هست. گفتیم که به صورت 1 و 2 و میشماریم: سل لا سل دو سی، سل لا سل سکوت دو، سل اینجا که سکوت داریم به خط آخر، سی لا سل سی دو. اجرای ما در موقعیت نوت دو میانه قرار میگیره. میزان ما با میزان ناقص شروع شده در این بخش. پس اگر که بخوایم بشماریم با ضرب درست، یعنی 1 و 2 و 3 و باید 2 ضرب خالی بشماریم و از ضرب 3 و شروع به اجرای نوت سل کنیم. پس میشه 1 و 2 و 3 و. یک بار دیگر: 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و. چون اینجا علامت فرماتا داریم میتونیم یک مقدار بیشتر بمونیم و بعد ادامه میدیم: 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3. خب یک بار اجرای کامل این درس.